میمیم 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 تلک میمیم 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 تلک تلک میمیم میمیم تلک 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 میمیم میمیم کرکم کرکو به میگن دما میشه سخ مرغ پیش ما با مفره میمیم 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 یک پرندی برو ندید یک پرندی ایتا چیزی پرندی چی باشه؟ سیاسینی نیل بلند دیشتا قاضی وری مثل چیزی نه ندیدو ندیدی؟ نه گیپک به سر زمین ما بیامد بشیش نیرو بیامد بشیش یک بارم تکبر افتن که بگیریم این بال زد بجیس گیپک امروز باز همال 10 دقیقه نیم ساعت بیشترم بیامدم سر زمین ما یک بار هم تکبر افتن که لازم سر درخت بگیریم یک بار بدیدم حرکت که بال زد برای هنو مسلم زمین ها ما گفتونی کجا خبر؟ اینا میگو اصوبی چی و تور نخورده نه همه بود دگی بودم ندیدم ما پیش ما برا با بیلا بیاغل تنه مسایی که تو فقط تنه شطوره آخه دیون سرگی امونایی که شلی خوراک میگه اونا نونا برنده دو اگه تو بگیره قلبه میکنه راست میگی؟ نه دروغ میگو با بیلا هشته بگیردم تور چیزی پیدا نخواشید میگیر بگیرین اونا بدام میگیره چوب کن چوب کن مینای ایلا دی رادیو چوب کن نه صدا همه پرنده شلی خوراک میتونه با بیلا اون مور خریداری میشه با کشورها خارج میرم اگه میبرم اگه بگیرم من گیپک اگه دیدی پین رفتی خوب اگه دیدی من خبر کن مطلب اگه گیلک دست خوجوری بزنه چیشاتو کل میکنه ایش کدگه نه خو ایتو پتو خو میندازم تا سال سرگی دمی که تو قلبه لاش تو بگریم ایران کدم با بگو پتی خو مندازم با بیلا گیپک بله با چی گرفتی تو؟ انشه کد پش کویله کو؟ نه کنی ولی رو شما چنگ میزنه ایشته گرفتی؟ ایاردی شکار مانه ایتا چیزا گیپک این مرغ وحشی تو ایشته گرفتی؟ آخه ما وظیفی مانه هفته دیتای ستای میگیری ایتا چیزا پیش مایی چینیه حالا گیپک تو که روز تابستون میگی کاروبار ما همینه همین بده برای ما بده با تو که با خوب میگیری بیازی من میفروشمی میفروشی؟ به چنده میفروشی؟ 1000 گیپک 1000 خیلیه دیگه یک چیزی کم کن ما از تو امیر میخرم نه گیپک جو یک چیزی من میگم خوب تو که کاروبار تو همینه یک پنسلی به تو میدم به خاطر که تو زحمت کشیدی تا ایر بگرفتی چی امالی اگه یک گیلک میگری چوکا میکا یک پنسلی برای تو پول بدم برو جو با 700 نهی نه دیگه 700 خیلیه دیگه من 500 اما خاطر که خوش کردم واقعیت میتونم مرغ وحشی متال ندیده بودم و بعد پیلا خوبه با بیا دم سرا که یک پنسلی به تو بدم سیکو دم سرا بیا ها دیگه این مرغ علکیه این مرغ میبرو جمع میکنم هر وقتی که پیلا خویردی من میمیدم دست تو و گفتم بیا به دم سرا ما که به تو یک پنسلی بدم از این چیزا سر ما و گیلک کلا کدم مامونی رو حالا من میجم میگی سیه دیگه خب اگه میری بیا بریم دم سرا که ما 5 لیتر بدم به دست تو بیا که بریم
ها گیپک بله با دست خالی میه یا این روزه که تو دست خالی دیدم چیکار کردی شکار میکار پیدا نکردی با من یک شکاری بکدیم چی بوده عجبی نور درازه به تو میگم چیز میچینه زلو جدی میگی آه. کجا کردی کشته چیزیه بودم به برار تو نورلا به برا و نورالله آه بفروختی آه. به چنده پیسه نیه آه دیونه خدا به تو نگفتم که چی میزی شکار کردی بیار من از تو میخرم خوردی بود یا کلونه خوردی بود عجبی شری خورکا آها شلی خورکا آه اونا خیلی ارزش داره خب اول ما میگفتی آخه ما کار رفیقتونم از نورالله کرده خدا من پشیمون شدم اعمال هزاری به قیمتی به شرم برات شیره ملی دیگه 100 تا شیره ملی آه تو شکار چی تو درست شما اینا رو میفروشی باش تنه که برای نورالله تو گپ داده که آلی چه کار کردی جیجه مینا 500 استونده هسته خب یک کاری کردی که سرا بگردی حالا کم شد اغزر نیه حالا که دیگه گیلک کرا فیختونه برو می داشته کوا شکارا خیلی یکی پاکامه یک میزی پیدا که بیار از تو میخرم خوبه باشه بگردی آه حسین چیزی پیدا کردی با ما بگو دیگه با نورالله برا ما نفسش سیه فاطمه خیلی چیزا دیگه هم چی دارم باشه بکنه دیگه چون؟ هر چی باشه میفهمی که من هر چیز باشه میخرم نگاه میدارم سعی کو کوشش که اگه کوک موک پیدا کنی شکار کو خوب آه که خوش دارم خاطره گیلک نش که اخلا دیگه اخلا نمش کنم شب کن چه کار میکنی؟ سیاسی نه بلا می درخت آمده 100% بلا درخت آمده سیاسی نه بلا درختا ها از این میبینم مرغا وحشی ها پیش ما سرزمین ما بجیست خور یک دفعه بند نخبا بزو گندما بعد اونجا وقتی بیری شد با پس میامد به سر می درختا به هر جا هسته به بند موند یا به سر تویتا یا به سر گندما از این نول بلندا نول بلندا ها وحشیا مثل مرغ این که هسته آفرین به جونا میگم هم لوش خورک هم میگم سیاسینه هم میگم قاز آخه یک مرغ کامال دست امت خوستکه که دست نورالله بوده مرغ تو کم کنی؟ نه همین مرغایی که تو میگه می وحشیه مرغ ها نول درازه چیه مالده نمیشناسم نولولا ها میگو گیپک با یک پنسلی خریدم گیپک رو خریدم ها همه مرغ که نولی اندازه لنگتونه درسته مرغ ها ایتا گردن درازه داره مثل گردن آفر! مرغوی نول درازه ایتا نولی مثل سوزن ولی مثل تیز هم هسته با بیلا گیپک رو خریدم گیپک رو 500 خریدم این گیپک از کجا آورده بوده گیلک؟ این نکنه همون مرغ ما باشه گیپک که من نیم ساعت پیش بدیدم اصلا هیچی به دست نبود که آخه با تو گیپک و مدام خودی هم رفیقن که هرچی میگیریم رفاقت به هم خورد سلسله به هم خورد جنگ کردیم بزنیم مشتیخان که شدیم معامله ما داستان ما بوریس ولی کشید با بیلا آه چی گپ بوده؟ به سر 2 تا چوغو به ساعت 2 تا چوغوک شما شراکت کن بابا 2 تا جوجه چوغوک بود یکی پر کشیدی بود یکی پر نکشیدی بود این پر کشیدن ما وردشتم این هم جوجه چوغوک بزد به تر ما جوجه چوغوک بره به تا دهن مرم من این دیگه دل ما چه شد دل ما سیاه تریکی که من به چپات بزدم تا گوش گیپک زدم با مادر خورد با مادر به جیارو بزد به دنبه کلمه داستان میتا خشه پیش شد برار که ایتا چه بگم اشتا من خبر نشدم نه خوش جنگ ما ایتا ادامه ندهش جنگ ما چوغوک که بزد به دهن تو چوغوک خود دادی یا نه پابیری کردی نه پرتو کردم ما نکر نیست با لغمت هم نمیشه شتا کنیم ما ای بفرشه نه با دست نه بیده برو او گیپک میتونه او مرغ بگیره گیپک مال نیه شطور میگیره شکار میکنه گیپک هر روز زنده میگیره اما او مرغ حوصله نمیکنه اشتنه تو به میکله توچ خو حوصله میکنی تو حوصله نمیکنه او که مثل تو 10 تا به ساعت 2 توش نمیبره و پس میاره همین که گیپک خریدم دیگه من چی خبر دارم تا شون بگرد اگه مثل سیاه بری و دور خود